خاطره ها بخشی از زندگی ما هستند و هرگز نمیمیرند. خواه نخواه گاه ذهن ما را بند میسازند. پشت هر حالت و حادثه زندگی خاطره هست. شاید بعضن بسیار خاطره های خوب و یا شاید بعضن نه اونقدر فورم، ولی به هر حال هست. خوب و یا بعدش رو ما میسازیم. سلام دوستان نازنینم، این برنامه خاطره هاست منظورتان و این روز در برنامه ما رو همراهی میکنند بهادر نعمتوف، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. در آغاز برنامه یک ترانه میشنویم که شاید استاد نیز زیر نوای همین ترانه خاطره های بسیار رنگین داشته است. جانان بجز تو جوید، رفتم به کوی پامیر. جانان بجز تو جوید، رفتم به کوی پامیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. در روی قله هایش، در بام خوش هوایش، با ما شدم هماغوش با آسمان گلوگی. جانان بجز تو جوید، رفتم به کوی پامیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. کردم به کوساران چون عاشقان نزارم، میریخت ذره ذره چشم من شراره. شب تا سحر نخفتم افسانه ای تو گفتم، گویا که در کفی خوب برداشتم ستاره. جانان بجز تو جوید، رفتم به کوی پامیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. جهانی تاجیک چون دید شاعرش را شادانه کرد تبریک. اما تو را چی گویم هنگامی جز تو جویم، از من تو دور بودی گرچه ستاره نزدیک. جانان بجز تو جوید، رفتم به کوی پامیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. پیوسته کوساران بودند مثلی زنجیر، بودند مثلی زنجیر. جانم بجز تو جوید،
پانی. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. در آغاز گفتیم که شاید شما نیز زیر نوای همین ترانه خاطره های داشته باشید. بیاید از تاریخ این ترانه بگویید، چون یک ترانه بسیار زیبا بود، دلنواز و جذاب. امروز که برنامه خاطره ها هست، ما تصمیم گرفتیم فقط سرودهای دوره جوانی را خوانیم، یعنی که بیش از 40 سال و 50 سال شده است. این سرود رو من سال 1982 سراییده بودم. در خاطرم است یک جوانی که نو با ارکستر گلشن آمده بودم، یک تخمینا 3 سال شده بود کار میکردم. استاد ما زنده یاد هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد عارف شاه عارف مرا با بدخشان بردن و وقتی که بدخشان رفتیم ما یک هفته در آنجا گشتیم. از اینجا با چرخبال رفتیم و بعد از یک هفته مرا گسیل کردن و در هواپیما نشسته بودم در نزد تریزا پرواز کرده آماده ایستاده بودیم و دوشنبه و همون کوه ها و منظره ها رو تماشا کرده و این شعر ترسونزاده است و من بسیار معقول بود و من دیر باز میخواستم با این شعر آهنگ بندم و همون زمان در هواپیما همین آهنگ با من آمادن گرفت و از تریزا تماشا کرده همین رو زمزمه کردن گرفتم و تو وقتی که با دوشنبه فرا آمدیم الکی آهنگش تیار بود و من زود به خانه آمدم و با نزد پیانین نشسته زود نواختم که فراموش نشود گفته و این سرود رو ما با امروز بعد از 42 سال باز امروز سراییدیم. از انسمبل گلشن گفتید، از فعالیتتون در انسمبل گلشن همراه استادان گفتید. بگویید که شما در اوج فعالیت همین انسمبل کار میکردید. اولین و یا دومین گروه بودید که آنها بسیار آن زمان در اوج بودن فعالیتشون. از کارتون، از رفتی فعالیت ایجادیتون در آن انسمبل بگویید که همراه استادان چه کارها رو به انجام میرسوندید؟ سال 1977 بعد از ختم اینستیتوت صنعت مرا استاد عارف شاه عارف با ارکستر گلشن دعوت کردن و ما از همون وقت با استادان در اینجا پیش از من وقتی که من به کار آمدم الکی تاج‌الدین محیدینوف، مقدس نبی و رحیمه شلایر، مغفرت همراخل و عمر زیایف اینها الکی در اونجا فعالیت میکردن و من آمدم بعد از من بعد خرما شیرین و کار آمدن و همون دوره ها بسیار دوره های طلایی گلشن بود، یعنی که از همه دوره هایی که بسیار شکوه شهامت گلشن بلند شده بود. سالهای 70 80 و قریب تا 90 این دوره عارف شاه عارف استاد بود که اون کس توانستن هر یک آوازخوانانی با یکدیگر مانند ناتکرار را جمع کنند و یک گلدسته تشکیل کنند. گلشن یعنی که دوره قلای بلندترین گلشن همون دوره که استاد عارف شاه عارف 17 سال رهبری کردند و همون دوره بود. در اینستیتوت صنعت در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تحصیل کردید. در آنجا استادان کیها بودند؟ در آنجا همراهی کیها کار کردید؟ در آنجا استادان خیلی زیاد داشتم. کریم حلیموف، تیلمن صاحبوف، پروفسور نورجانوف و دودو کینا، دوشنبه خوشکاروف. انا عموما خیلی استادان زیادی به ما درس دادن. استاد نیلابیکوف از زبان ادبیات درس میدادن. خلاصه که از هر یک فن بسیار استادان خوب بودن. رفتار عزت‌اللهیف از مدنیت شناسی درس میدادن و 4 سال برای من بسیار یک سالهای فراموش نشونده و بسیار به من معقول بود و اکثریت دانشجویان میخواستن که تیز ختم کرده رویم، لیکن عجیب که من میخواستم که کاش که اینستیتوت صنعت 7 سال میشد، یعنی که دوره ما خوب گذشته ایستاده بود، میگفتم که باز خونیم یک 7 سال خونیم و بعد از اون که من با ارکستر گلشن آمدم در اینجا باز استادان مانند عارف شاه عارف، یوری لادف، یوری پولاتوف و نوازندگان بسیار مشهور استراد. یک ارکستر استرادی گلشن یک اکادمی استراد تاجیک می باشد که همون دوره حقیقتا یک اکادمی بود برای
جوانان برای اهل صنعت و ما در آنجا بسیار چیزا را از یکدیگر می آموختیم و سفرهای هنری بسیار داشتیم و در سفرها می آموختیم و من آب و تاب می یافتیم تا این دوره و چیزی که من از همون استادا آموختم حاضر به شاگردان خود در کنسرواتوریا آموخته ایستادم. در ارکستر گلشن نیز فعالیت کرده ایستادم، شاگردان را تربیت کرده ایستادیم. یعنی که چیزی که من از استادا آموختم با نسل آینده باید که گذارم. گفتیم که شما دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ رو ختم کردید، بعداً در انسامبل گلشن کار کردید. این سرودی که سراییدید گفتیم که یک تقریباً 40 سال پیش است، 42 سال پیش است. اولین سرودتون کدام بود؟ اولین سرودی که اجرا کردید؟ اولین سرودی من سرودی جوانی بود. این سال 1973 ایجاد شد و همون سال من با انستیتوت صنعت داخل می شدم. این شعر غایب سفرزاده می باشد، یکی از اولین آهنگ من بود و من در امتحانی که از فن مهارت قبول می کردن من همین سرود را سراییدم. در وقت امتحانی قبول شوی همین سرود را سراییدم با اکاردیون و در آنجا من معلمان را نمی شناختم. بعد فهمیدم که در آنجا دیکن ما، دیکن انستیتوت صنعت همون وقت فاکولتیت بود، بعد انستیتوت شد، بعد اون کس ریکتور شدن. محرم فایزویچ در امتحان حضور داشتن و این سرود را گوش کردن و من دیدم که در دیگر امتحان ها اون کس اومده با گوش معلم چیزی میگفتن. من خودم که بعد معلم شدم بعد فهمیدم که چی میگفتن. یعنی که ما نیز معلم ها حاضر حرکت میکنیم که جوانان بالای خود را نه افتانیم، یعنی که در دیگر امتحان از دیگر امتحان ها نه افتان، یعنی که دانشجو شوند. آهنگ سروچی، آهنگ سرود گفتید که در داخل تیاره آن رو در ذهن خود ساختید و بعدا آمدید و آهنگش در آوردید. کی کمکتون کرد؟ همراهتون کی بود برای بندوبستی آهنگش؟ من تا حاضر اساسا آهنگای خودم رو میخونم و آرنژیروفکای این سرود رو بعد حمزه اخمیرف یک موزیکانت مطرب بسیار خوشادا بود، گیتار مینواخت، بسیار آرنژیروفکای خوشرو کردند و من این سرود را سراییدم. حالا فرصتی آن است که یک ترانه دیگر پیشنهاد سازید. بگویید که کدام ترانه رو؟ یک ترانه دیگر این سرود را من سال 79 خوانده بودم، بوتی نازنینم. این شعر استاد لاهوتی، ابوالقاسم لاهوتی است و آهنگش را برادر خوردی من شادروان حسن نعمتف آهنگ ایجاد کرده بود. من شعرش یافته دادم و او در مکتب موسیقی میخواند و بسیار با استعداد بود. افسوس که عمرش کوتاه بود است، وگرنه یک صنعتکاری برجسته تاجیکستان میشد. و وقتی شعر این را یافته دادم گفتم که کنی یک آهنگ ایجاد کن و با این شعر آهنگ ایجاد کرد و این شعر بوتی نازنینم. و امروز من بعد از این قدر سالها قریب 50 سال شده است ما این سرود را حاضر یک بار دیگر میخونیم. بیاید میشنویم. بوتی نازنینم مهی مهربانم، چرا قهری از من ولایت به جانم؟ عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من؟ بگو تا گناهی خودم را بدانم. عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من؟ بگو تا گناهی خودم را بدانم.
اکنون چنین پیشی تو ناتوانم فلک مبود از توانایی من که اکنون چنین پیشی تو ناتوانم زی درسی محبت بجز نام جانان با چیزی نگردد زبان در دهانم زی درسی محبت بجز نام جانان با چیزی نگردد زبان در دهانم بوتی نازنینم مهی مهربانم چرا خری از من بلایت بجانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم من آخر از این شهر باید گریزم کی مردم به تنگ آمدند از فغانم من آخر از این شهر باید گریزم کی مردم به تنگ آمدند از فغانم زی درسی محبت بجز نام جانان با چیزی نگردد زبان در دهانم زی درسی محبت بجز نام جانم با چیزی نگردد زبان در دهانم بوتی نازنینم مهی مهربانم چرا خری از من بلایت بجانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم عزیزم چی کردم کی رنجیدی از من بگو تا گناهی خودم را بدانم اینقدر سرودی زیبا سلامت واقعا باشید. حلاوت بردیم راحت کردیم هنگام شنیدنش این سرود که اینقدر جذاب است زیر نوای آن چه خاطره هایی هست در جای آن را سرودید و یا در جای اجرا کردید که همونجا یک حالت بسیار خوب براتون رخ داده بود می توانید کمی یادآوری کنید از وقتهایی که این سرود رو می سرودید این سرود یک خاطره عجیب دارد این سرود رو من اولین مرتبه در کلوب دوگانه‌ها سراییدم اگر در خاطرتان باشد همه خیلی برنامه بود کلوب دوگانه‌ها فقط بانوان میشتن دخترها و خانم‌ها نشسته بودن در هر یک میز و من خوانده آمدم در اونجا بی اسباب خوانده بودم خوانده آمدم و یک خانم زیبا رو دیدم و خواستم که یک تا از زمان گلدسته یک تا گل برارم و با اون خانم دیدم و وقتی که من یک گل رو خواستم برداشتن که وای همش بستگی بود است وای گلا بستگی بودن همش برآمد بعد دیدم که نشد بعد با گفتم خوانده رفتم گفتم نشد یعنی که لیکن همین لحظه را نبریدن همین خیلی که بود همین خیلی موندن و طبیعی برآمد یعنی که من میخواستم گل توفه کنم لیکن نشد من گفتم که نشد انا خیلی خاطره دارم. استاد در آغاز صحبت اطراف کار کردن با خرما شیرین و مقدس نبی و حرف زدیم. با آنها دویت نیست سراییده اید. یکمی درباره فعالیتتان همراه آنها بگویید. البته من دویت یکمی شده با مقدس نبی و سراییدیم و شب بخیر سراییدیم. بعد با رحیمه شالیر
سرودی بدیهی گل را سراییدیم. بعد با خرما شیرین و ما دویت داریم، یعنی که دویت سراییدیم. با مغفرت همراه خل و یک دویت سراییدیم و یک چند این سرودهای دست جمعانه سراییدگی ما یک جویا همه کسا. میخوام از کار کردنتون همراه آنها بدونم چگونه است کار با آنها، چگونه بود وقتی که کار میکرده در ایام جوانی، در ایامی که بسیار پرجوش و خروش بودید، هم آنها هم شما، چگونه بود کار کردن، چگونه شوق و ذوقتون بود برای آماده کردن سرودها؟ بسیار عجیب بود. ما بسیار شرایط‌های خوب داشتیم. در کمیته رادیو تلویزیون اون وقت ارکستر گلشن وجود داشت. بسیار شرایط‌های خوب داشتیم. هر در یک هفته 2 روز، روزی سبتی ارکستر گلشن بود. بسته‌کاران، کمپوزیتوران تیز آهنگ‌های خودشان را می آوردن با این یا اون آوازخوان. هر هفته ما 2-3 سرود نو علاقه تیار میکردیم. روز سه‌شنبه موسیقی را می نوشتن، یعنی که موسیقیش تیار میشد. روز جمعه آواز می نوشتن، یعنی که همه خیلی هر هفته 2-3 یا 4 سرود یعنی که تیار میشد و ما هر ماه یک کنسرتی نوی خود را در تلویزیون نمایش میدادیم. بسیار عجیب بود. سفرهای هنری بسیار میکردیم و با افغانستان چند بار سفر کردیم. با مسکو تیز سفر میکردیم. در استودیوی کنسرتی استانکینا کنسرت میدادیم. در برنامه‌های شیر کروکس، پیامت دروزیا و دیگر برنامه‌ها دعوت کرده بودند. ما رفته هنرنمایی میکردیم و روزهای تاجیکستان در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان، روزهای تاجیکستان در روسیه بسیار میشد. در ودینخا بسیار برآمد میکردیم. اون سفرها بسیار بود و بسیار عجایب میگذشت. فقط شوخی خنده بود و در وقتی کار ما جدی بودیم، لیکن بعد از کار همه مثل اکا و خواهر برادر ما فقط میخندیدیم و شوخی میکردیم. اسمی چندی از استادان رو گفتید که آنها به شما درس گفتن. خود شما با کی بیشتر پیروی میکردید؟ از میان آن همه استادانی که به شما درس گفتن و یا نفرانی که سرودهایشون رو گوش میدادید، بود نفری که شما با اون پیروی میکردید، میخواستید از سبقتون به مانند اون شود؟ من در وقتی مکتب خانی بسیار سنت را دوست داشتم و سرودهای همه را میخوندم. سرودهای تمامی صنعتکاران تاجیکستان، آوازخوانان افغانستان، سرودهای هندی، آوازخوانان ازبکستان را نیز گوش میکردم. اولین استادی من برادر من مظفر نعمت میباشند. اون کس به من نواختن رباب را یاد دادن و اون کس که بسیار سرودهای هندی میخواندن، من با اون کس ماندولین یا اکاردیون می نواختم. پس اون استادی من محکم زبیدالله که من با اون کس اکاردیون می نواختم، از اون کس بسیار چیزا را آموختم. بعد با عبدالله نظریف من یک چند سال همچون نوازنده یعنی که همراهشان بودم و از اون کس من سبکی کوهستانی را آموختم. از معروف خوجا بهادرов من سبکی خواندن سرودهای کلاسیکی شش مقام را آموختم. از استاد عارف شاه عارف من سنتی استرادا را آموختم، چخیل رفتار کردن در صحنه، چخیل خود را نگاه داشتن، یعنی که بسیار چیزها را من از عارف شاه عارف آموختم. عموما از هر یک استادی که در انستیتوت صنعت درس داده بودند، خود در دیگر جا من از اون استادا آموختم، شخصانی که نامبر کردم. از هر کدام اینها من یک گنج آموختم و تکورسی خود را مستحکم کردم. در نتیجه یک اسلوب پیدا کردم که با تمام منطقه های جمهوری یک خیل شنوا و فهما است و من میندارم از اون استادانم که با من خواه نخواه من از آنها این چیزها را آموختم و چیزی که میدانم و آموختم حاضر حالا با شاگردان خود یعنی که درس میگم، با آنها می آموزم تا اینکه سند را و نوازندگی را سیقلتیان دوام دهند. زیر تاثیر همین تجربه ها خودتون رو ساختید یعنی و میخواهید که شاگردانتون نیز همین گونه شوند. درست. حاضر یک سرود دیگر پیشنهادمان میسازید؟ حاضر
در این حال یکی از شاگردان من فرزند من محمد جان نعمتов یک سرودی مرا که به شعر رحمت نظری نوشته شده است ایجاد کرده شده است ای عشق من بر جان من خوش آمدی خوش آمدی با این سرود را من 42 سال پیش سالهای 80 خوانده بودم و محمد جان حاضر این سرود را بازخوانی میکند. خوش آمدی ای دردی به درمان من خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمان من خوش آمدی خوش آمدی با بوی افشانی گله با بوی بیریانی دله عبادی سرگردانی من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی با داستک های بهار با پیکین کی روزگار برگوشه ای ایوانی من خوش آمدی خوش آمدی برگوشه ای ایوان من خوش آمدی خوش آمدی خود رو منم دلجو منم البو منم خاکو منم ای ابری من باران من خوش آمدی خوش آمدی ای ابری من باران من خوش آمدی خوش آمدی من با تویم کوهی بلند من با تویم روحی بلند عبادی سرگردانی من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی من آدمم میرندم من با محبت زیندم ای عشقی جاویدانی من خوش آمدی خوش آمدی ای عشقی جاویدانی من خوش آمدی خوش آمدی عشقی من بر جانی من خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من خوش آمدی خوش آمدی ای دردی به درمانی من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی تشکر زیاد، اجرای بسیار زیبا. حتی من نیز چند لحظه زیر نوای همین آهنگ یادی خاطره های زیبا افتادم. چند لحظه خیالم را بند کردن همون خاطره های بسیار خوب. شما گفتید که در اول خودتان این سرود را سراییده بودید و بعدا پسرتان بازخوانی کرد. از شروع این سرود بگویید که کی آن را خودتان سرودید و چگونه تولید کردید؟ سالهای 82 یعنی که 42 سال پیش 40 سال پیش آهنگش ایجاد شد به شعر
استاد رحمت نظری و باز سالهای 87 من این سرود رو با بازخوانی کردم با آرانژировкای دیگر و انا حاضر بعد از 40 سال یعنی که باز محمد جان من این سرود رو خواست که خواند ما گفتیم که بسیار خوب میشد و این سرود رو حاضر اجرا کرد. در اویله فرزندان چند نفر کسب پدر رو انتخاب کردند؟ 2 نفر یعنی که محمد جان فرزند کلانی و بهاودین هر دو اینها کسب ما رو انتخاب کردند. آنها خود میخواستند و یا شما راهنماییشون کردید در این راه رفتن رو؟ من مجبور نکردم، آنها خودشون شوق داشتن. من دیدم که آنها شوق دارن و با مکتب موسیقی دادم و آنها خواندن مکتب موسیقی بعد کنسرواتوری. محمد جان کنسرواتوری ملی تاجیکستان را ختم نموده است با دیپلم اعلی آوازخوانی اکادمی. حاضر استاد است در مدیر کافدره آوازخوانی اکادمی کالج صنعت تاجیکستان و همزمان آوازخوانی ارکستری پرزیدنتی می باشد. بهاودین اینستیتوت صنعتی سن پترزبورگ رو ختم نمود و عین حال راهبر بدیعی ارکستری استرادی گلشن می باشد و بسیار من فکر میکنم که خوب شد که اینها هم صنعتکار شدن و من چخیل که شما خودتان دیده ایستادید چخیل در بر من هستن و به من کمک میرسونن یاردم میتین در چاره‌بینا در برنامه ها در برم هستن و این بسیار یک خوشبختی است. بسیار خوب است. یک عائله که همگی صنعتکار هستند. خود شما نیز گفتید که از آوان خوردی میل داشتید، رغبت داشتید، شوق و شور داشتید. پسران نیز حالا همین رو ادامه میدهند، همین کسب را. امید است که آینده باز همین عائله صنعتکارا باز هم زیادتر میشود، با قوت‌تر مستحکم. البته نبیره ها کلان شده ایستادن. من باوری دارم که نبیره ها نیز از پای این کسب میشن، از پای هنر میشن، کسب ما رو انتخاب میکنن. چون که من علاقه از خوردیشون حس کرده ایستادم که آنها شنوایی دارن، یعنی که میل به موسیقی دارن، دوست می‌دارن، تکرار میکنن سرودها را. البته باوری دارم که کسب پدر و بابا دوام داده می شود. سرود چهارم، سرودی که حالا صدا می‌دهد، قرار است صدا بدهد، درباره این یک کمی اول بگویید که تولید این سرود چگونه بود و چه خاطره‌هایی هست پشت این سرود؟ یک سرودی پوپوری می شود، یعنی که ما 6 سرود رو پیوند کردیم کم کم چون که از دوره جوانی من سرودهای زیادی دارم. اگر آنها رو ما همشون پوره خونم اگر در اینجا وقتی ما نمی رسد، وقتی زیاده در کار. برای که ما وقت صرفه کنیم از 6 سرود ما تشکیل میکنیم کم کم می سراییم از همون سرودهایی که در وقتش مشهور شده بودن و محبوب مخلصان شده بود، محبوب دلها شده بودن، همون سرودها رو تکرار میکردن و من باوری دارم که در اینجا همسالای من اگر که تماشا کرده ایستاده باشن به خاطرشان همون دوره جوانی هاشون، عاشقی هاشون به خاطر میرسد. فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میداند، فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میداند. غمم را بلبل کاواره شد از لانه میداند، غمم را بلبل کاواره شد از لانه میداند. میده میده میرقصی جانم با چشمان تی، میده میده بی خانم جانم با قربان تی، میده میده میرقصی جانم با چشمان تی، میده میده بی خانم جانم با نگاه تی.
مایده مایده میرقصی جانم با چشمانته مایده مایده بی خانم جانم با قربانته مایده مایده میرقصی جانم با چشمانته مایده مایده بی خانم جانم با نگاهته تو گلی شکفته روی اما بی خزان بیمانی تو گلی شکفته روی اما بی خزان بیمانی تو بهار گل فشانی همه گل فشان بیمانی همه دم کنم دعایم که چون این جوان بیمانی همه دم کنم دعایم که چون این جوان بیمانی چو میخندی چو میخندی میخنده جهان من تو میخندی و میخنده زمین و آسمان من چو میخندی چو میخندی میخنده جهان من تو میخندی و میخنده زمین و آسمانی من باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم راه دیرین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شانگهان چون خورشید دامن صبح کشم دامن دل برگیرم سوزی افزونم از آن است پیروزه چو چرا سری گوری پدر و مادری خود درگیرم سوزی افزونم از آن است پیروزه چو چرا سری گوری پدر و مادری خود درگیرم کردستان بودان مادری دنیا ای دل بیروم مصلحت عمر زما درگیرم کردستان بودان مادری دنیا ای دل بیروم مصلحت عمر زما درگیرم باز عاشق شوم زندگی از سر گیرم راه دیرین بگذارم راه دیگر گیرم همه را ترک کنم شامگهان چون خورشید دامنی صبح کشم دامن دل برگیرم دامنی صبح کشم دامن دل برگیرم چشمی سیاه داری شیرین نگاه داری ناز و ادای روشن عشق پناه داری چشمی سیاه داری شیرین نگاه داری ناز و ادای روشن عشق پناه داری ناز و ادای روشن عشق پناه داری هوای دل کشای بیا شوم برایت فدا فدا فدای هوای
چشم سیاه داری شیرین نگاه داری ناز و ادای روشان عشقی پناه داری چشم سیاه داری شیرین نگاه داری ناز و ادای روشان عشقی پناه داری ناز و ادای روشان عشقی پناه داری ناز و ادای روشان عشقی پناه داری استاد سرودهای صدا دادند که هر کدام در علاهیدگی جذاب بودند، هر کدام در علاهیدگی به ما پسند آمدند و چگونه که خود شما گفتید افسوس که فرصت کم است در برنامه و نمیتوانیم همه سرودها رو با پورگی بشنویم، ولی به هر حال خوب بود، بسیار خوب بود. سلامت باشید. شما در آغاز صحبت گفتید که نواختن اسباب‌های موسیقی را از برادر، از محیط عائله، از استادان نواختن چند اسباب موسیقی را آموختید. پس بگویید که برای یک صنعتکار تا کدام اندازه مهم است آنی که بتواند چند اسباب موسیقی را بنوازد و از عهده آنها برآید؟ خب شکل که گفتیم من از سردی بسیار صنعت رو دوست می داشتم و اول از برادری کلانیم مظفر نعمت کم و بیش از در نواختن رباب را آموختم. بعد در کروژک‌های هوسکاری اشتراک میکردم. از محمد علی خالقов هم نواختن رباب و هم ساختن را یاد میدادن، در آنجا اشتراک میکردم. بعد یک سال در کورسی آموزش اکاردیون در همون وقتا بود و من یک سال از یک معلم یعنی که درس اکاردیون آموختم، از روی نوت نواختن و هم در دست چپ با دست راست خواندن را آموختم و خودم که شوق زیاد که داشتم دایم شب و روز می نواختم، شب و روز می نواختم، حتی شبها ساعتهای تا 2-3 شب می نواختم. با اکاردیون خوابم می برد، یعنی که اکاردیون در دستم خوابم می برد، یعنی که شوقم زیاد که بود، برای همین دایم می نواختم با دلم نمیزد. با شاگردان دایم میگم که مادامی که آوازخوان شدنید، سرایانده شدنید، اقلا یک اسباب رو آموزید. وقتی که اسباب رو نواخته میتونی بر یک محفل میشینی، اسباب میگیری میسرایی، برای اون کس محتاج نمیشی. بعد اسباب رو نواخته که تونستی، خوب نواخته تونستی، بعد میتونی که آهنگ ایجاد کنی، ایجادکار شوی. متاسفانه حاضر جوانا، اکثریت جوانا فقط سرود میخونن و با نواختن این یا آن اسباب شوق ندارند، یعنی که صبر و طاقت ندارند. برای آموختن اسباب طاقت در کار، صبر در کار و عشق و محبت زیاد در کار که تا اینکه در یک جا بنشینی و بنوازی. استاد از گذشته بسیار گفتیم، از گذشته که برای شما بسیار خوب بود به ما نیز نقل کردید و آنها همچون خاطره اکنون ماندند. حالا بگویید که به چه کار بند هستید و میخواهید که چی را انجام بدهید که خاطره های خوب برای فرزندانتان، برای نبیرگانتان شود؟ در عین حال من استاد کنسرواتوار می باشم، اجرا کننده وظیفه دست‌هنر را اجرا کرده ایستادم و در شعبه آوازخوانی استرادی درس می‌دهم با سرانده های جوان و همزمان در ارکستر استرادی گلشن با بهاودین همچون سرمشاور کار کرده ایستادم و ارکستر گلشن را میخواهیم که به مثل پیشتره مردم شناسد، هر یک آوازخوان گلشن را با مردم نزدیک شوند، یعنی که در پیش نظری خلق باشد ارکستر گلشن. از نقل هایتان چنین پی بردیم که شما بسیار با یک شور و شوقی به اندازه کار میکردید. پسران چگونه هستند امروزها؟ شوقشان به مانند شما هست؟ از آنی که شما حس میکنید چگونه است تلاششان؟ به قدر شما هست فکر میکنید؟ اینها هم بسیار شب و روز کار میکنم. من محمد جان هم شاگردا رو تربیت میکنه در کالج صنعت و در ارکستر سیمفونی پرزیدنتی همچون آوازخوان کار میکند و سفرهای هنری زیاد دارند و پیوسته کار میکند. بهاودین نیز در ارکستر گلشن شب و روز از پی سرودهای نو برای آوازخوانی گلشن، سرودهای عمومی، چندین سرودهای عمومی برای گلشن ایجاد کرد و ارنجировка کرد و آنها را ثبت کرد. هر یک تی آنها را ثبت میکند و حاضر من برای الکی برای نوروز که بسیار با شکوه میگذرد، کرنوال میشود، سرودی چند قسمه تیار کرده است با آوازخوانان گلشن میسرایند دست جمعونه.
استاد درباره آخرین سرود ایجاد کرده تان بگوید. آخرین سروده که برای مخلصان پیشنهاد کرده چی بود در طی چند سال اخیر؟ طی چند سال اخیر سرودهای زیادی من ایجاد کردم. مثلا گیریم از اشعار کمال خوجندی من شامی غزل برپا نمودیم. از با اشعار جلالدین بلخی یک برنامه کردیم، رومی خوانی کردیم و فقط غزلهای رومی را سراییدیم. و یک برنامه کلان دیگر در تالار کنسرواتوری تشکیل نمودیم از استاد ابو عبدالله رودکی. فقط رودکی خوانی کردیم. در نقشه هست که همین رودکی خوانی و رومی خوانی را یک جای کرده یک برنامه مشترک تشکیل کنم با تماشابینان و در آینده نقشه هست که یک حافظ خوانی کنیم. از حافظ من بسیار غزلات تیار دارم و از پیشتره و از آهنگای نو در آینده آرزو دارم که حافظ خوانی تشکیل کنیم. اطراف بزرگان ادبیات گفتید، رومی، حافظ و آنها بسیار نوشته های پر تاثیر دارند که هنگامی به شکل سرود در آورده می شوند تاثیرشان بیشتر می شود، به شنونده به عمق قلب شنونده می رسد. اطراف نوشته های آنها یک کمی حرف زنیم. چگونه تاثیر دارد برایتان؟ چگونه دنیا است نوشته های این نابغه های ادبیات؟ وقتی که زمزمه میکنید شعرهایشان را چگونه حسیات برایتان دست میدهد؟ شعرهای استادان یعنی کلاسیکان ما این شعرها فراموش نشونده و گم نشونده و همیشه اکتوالی می باشند. بله. چی در همون عصرها خواندن، مثلا 10 عصر پیش خواندن یا که 5-6 عصر پیش خواندن سراییدن این سرود را. مثلا رودکی گفت یا که از ناصری بخارایی سراییده بودیم. ناصری بخارایی پیش از حافظ شیرازی زندگی کردگی است. کمال خوجندی این سرودها که چندین عصر شده است حاضر ما میخونیم و گویا که برای ما نوشته است. بله. یعنی که همه وقت اکتوالی هستند. چقدر که من اگر شما شنیده باشید از استاد ابو عبدالله رودکی سراییدیم چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. برای ما سالهای 90 بسیار اکتوالی بود و همون زمان بسیار سرودی لازمی بود ما اون وقت سراییدیم. مثلا از ناصری بخارایی ما سرود سراییدیم آسان شود به صبر همه کار غم مخور تو یار باش اگر نبود یار غم مخور. یعنی که همیشه آدم در همون وقت هم در حاضر هم باید که با صبر باشد. آسان شود به صبر همه کار، یعنی که صبر کنی همه کارا به تنظیم درآید. هیچ وقت سراسیمه شدن در کار نه و از پسی آسان کردن مشکل شدن در کار البته، لیکن صبر کردن در کار همه چیز پسی سر می شود. یعنی که کلاسیکا یک سخنهای نوشتن که همه وقت اکتوالی است. بعد از سریمونی این شعرها را می خوانند و همه وقت هیچ وقت پیر نمی شود و همیشه در کار است برای انسان، برای آدم، برای جوانان، برای یک زندگی رو فهمیدن. زندگی رو پیش بردن، در حیات چقدر رفتار کردن. چقدر پند و حکمت ها دارد شعرهای غزلهای کلاسیکان. از تجربه روزگار خود برای ما گفتند و میخواستند که به ما نیز تجربه بدهند. درست. شما حالا آخران سرودی که در برنامه اجرا میکنید اولین سرودی است که ایجاد کرده بودید و سراییده بودید، همینطور؟ درست. خیلی که در اول من نقل کردم این سرودی جوانی با شعر غایب سفرزاده اولین آهنگ من بود و من در وقتی دوره مکتب خونی این را ایجاد کردم و همون سال من با اینستیتوت صنعت وقتی که داخل می شدم در امتحانی قبول از فن مهارت همین سرود را با اکاردیون سراییدم و انا حاضر سال 73 بود. این حاضر 50 سال پر شد، 51 سال رفته است. یعنی که من می توانم، حق دارم و نیت دارم که 50 سالگی فعالیت ایجادی خود را همین سال قید کنم. ما میدونیم که همین ساعت چند مدت بعد برایمان همچون خاطره می شود. شما همراه گروهتان همین ساعت رو، همین لحظه رو در ذهن ما همچون یک خاطره بسیار خوب ثبت کردید. بسیار همراهتان راحت بودیم.
و همه شما رو به برنامه خوش آمدید میگویم و آهسته آهسته رسیدیم به فرجام برنامه خاطره ها. دوستان عزیز، در انجام باشد ترانه رو میشنویم که اولین مراتبه استاد وقتی که قدم های خود رو در جلوی صحنه گذاشتن همین سرود رو با آهنگش ایجاد کرده برای تمام شنونده ها پیشنهاد کردن. خورشی موجی دریایی روانی روانی بر وجودی زندگانی تو هستی و حیاتی ماست رنگی تو سازی تار عمری آدمانی تو هستی و حیاتی ماست رنگی تو سازی تار عمری آدمانی هی جوانی ای جوانی ای جوانی 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 تو بودی که زمین پردازی نویفت تو بودی زندگانی سازی نویفت تو بودی که زمین پردازی نویفت تو بودی زندگانی سازی نویفت تو بودی کشورم در روی عالم راهی نو روحی نو پروازی نویفت تو بودی کشورم در روی عالم راهی نو روحی نو پروازی نویفت ای جوانی ای جوانی ای جوانی 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 بلندی یافتیم از شوقتی تو بزرگی یافتیم از قدرتی تو و بامی آسمان هم پا نهاده زیبه باکی و تاب و طاقتی تو و بامی آسمان هم پا نهاده زیبه باکی و تاب و طاقتی تو ای جوانی ای جوانی ای جوانی 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 ای جوانی ای جوانی